علیه نیکولاس مادورو اقدام میکنه، اعتبار جهانی آمریکا به کدام سو میره؟ خب بله، ای که سازمان ملل متحد وجود داره درست است، اما در قدم اول بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا هر آن اقدام و حمله نظامی و مداخله نظامی بر کشوری که تعریف میشه نیاز به توافق سنا ایالات متحده آمریکا را در کنگره ایالات متحده آمریکا را در. خب بس به این دلیل و این مبحث ترامپ بدونی که ساختار قانونی و تصمیم گیری ایالات متحده را در جولان بگذاره دست به چنین عملی شرورانه و بیباکانه میزنه. خب این در این صورت هیچ جایی برای سازمان ملل متحد وجود نداره. زمانی که ساختار داخلی زیر پا میشه، حرمتی از لحاظ قانونی و تصمیم گیری برایش قائل نمیشه، سازمان ملل متحدی که با نقش آفرینی منفعلانه در رخدادهای بین‌المللی مثل غزه، لبنان، سوریه و سایر کشورها، ایران حتی، خب جایگاهی برای سازمان ملل متحد عملا در افکار عامه وجود نداره.